اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت تمامی بینندگان عزیز. در ادامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم میرسیم به سوره بقره که در این جلسه قراره که انشاءالله 5 آیه از این سوره رو ترجمه و تفسیر کنم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم از در واقع آیات مقطع یعنی مقطع هر اسمی هست که در قرآن است و قبلا هم من یه بار در جلسات قبلی که داخل یوتیوب گذاشتم در موردش صحبت کرده بودم که حرفای زیادی در موردش گفته میشه، ولی خب از نظر من مهمترین دلیلش اینه که مثلا خداوند اعلام کنه که این قرآن از طرف من اومده. یعنی همین حرف بی‌معنی که اومده، بی‌معنی بودنش همینه که مثلا توسط یک شخصی به خاطر یک مقصد خاصی نوشته نشده این قرآن. مثلا پیامبر از خودش حرفی نزده که مثلا بخواد این قرآن رو بیان کنه، یا این که مثلا خداوند به پیامبر یک چیزی توی دلشون انداخته باشه و پیامبر از خودش حرف زده باشه. نه، اینجا این حرف رو آورده که یعنی ولی این قرآن از همین کلمات ساخته شده و توسط خداوند متعال بیان شده و تغییر چیزی داخلش نیست. یعنی مثلا برفرض یک شخص عادی اگر بخواد یک کتابی بنویسه که خب این کلمات بی‌معنی رو به کار نمیبره، یا اگر که بخواد مثلا قرآن رو تغییر بده اولین کاری که میکنه این کلمات رو از بین میبره دیگه. میگه چه معنی داره مثلا 3 کلمه بی‌معنی. بنابراین خداوند این کلمات رو آورده که بیان کنه که این قرآن مستقیما از طرف خداوند نازل شده و گفته شده و دانه دانه این کلمات در واقع توسط خداوند گفته شده. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتابی است که هیچ شکی درونش نیست. یعنی در هیچ کجا این کتاب نباید هیچ گونه شکی انجام بشه و برای کسانی که قرآن رو قبول دارن و تمام کلمات و آیات حق هست و چیز بی‌معنی یا چیزی که به ضرر انسان باشه داخل این کتاب نیست و هیچ کس هم نمیتونه یک در واقع آیه یا چیزی داخل این قرآن پیدا کنه که بی‌معنی باشه یا در واقع اشتباه باشه یا به ضرر انسان ها باشه. کاملا حق و متناسب با زندگی انسان ها این کتاب نازل شده. کتابی که توسط خداوند نازل شده کاملا حق است و از هر لحاظ قابل اتکا و قابل انجام است. هدی للمتقین. متقین یا هم تقوا پیشگان معنیش میشه پرهیزکاران، یعنی کسانی که از یک سری کارهای پرهیز میکنن، تلاش میکنن کارهای بد انجام ندن. ولی خب عمیق‌تر که بهش نگاه میکنید افرادی هستن که در واقع دنبال حق هستن. به اصطلاح حالا یک معنی دیگهش داخل فارسی بخوایم حساب کنیم افراد دلپاک مثلا بهشون میگن توی زبان فارسی. کسانی که مثلا دلشون پاکه، هیچ در واقع دنبال مثلا اینکه کسی رو بخوان اذیت کنن یا اینکه کارهایی بکنن که فقط به نفع خودشون باشه نیستن. افراد مهربان اینجور افراد هستن. خب اینجور افرادی که از ویژگی‌هایی که دارن پرهیزکارن، یعنی همیشه سعی میکنن یک کاری انجام بدن که اشتباه نباشه. همیشه بررسی میکنن که بله چه کاری انجام بدیم خوب هست، چه کاری انجام بدیم بد هست و در واقع همیشه دنبال حق و حقیقت هستن، میخوان که بهترین کارها رو انجام بدن. اینجور افراد هستن. معنی عمیق‌تر پرهیزکاران یا متقین یا تقوا پیشگان میشه این که گفته این هدایتی است برای اون افراد. این افرادی که
در واقع پرهیزکار هستن و این ویژگی هایی که گفتم دارن، این کتاب یک هدایتی برای اونا هست که بتونن با خیال راحت کارهای خودشون رو در واقع انجام بدن و از این هدایت استفاده کنن تا دیگه خیلی به سختی نیفتن و اون حقیقت براشون آشکار بشه و راحت بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کسانی که به غیب ایمان میارن. کسانی که به غیب ایمان میارن. بله. اینجور افرادی هستن که در این بررسی‌هایی که انجام میدن، در این زندگی که دارن، در این در واقع تحقیقاتی که انجام میدن، وقتی که به قرآن میرسن در واقع قبولش میکنن و به غیب ایمان میارن. متوجه میشن که بله غیبی وجود داره، خداوندی هست داره در واقع جهان رو مدیریت میکنه، این جهان یک نظمی داره توسط خداوند انجام شده. بنابراین اینا افرادی هستن که به غیب ایمان میارن، بهونه نمیارن که بله چرا این بهونه‌های الکی بیارن و بخوان خودشون رو فریب بدن و به غیب ایمان نیارن. و یقیمون الصلاة، اینها نماز رو که به عنوان مهمترین بخش عملی در دین هست اینها رو اقامه میکنن و در واقع همون پرستش خداوند رو به موقع و به خوبی این کارا رو انجام میدن و که این نشأت گرفته از همون ایمان آوردنشون به غیبه. و مما رزقناهم ینفقون، و از آنچه که در واقع با آنها روزی دادیم انفاق میکنن. انفاق یعنی چی؟ انفاق یعنی کمک کردن به دیگران، حالا عمدتاً به صورت کمک مالی در نظر گرفته میشه، ولی خب به شکل‌های مختلف هم میتونه انجام بشه. کمک کردن به دیگران، مثلا پول دادن به کسی بدون اینکه از اون شخص توقع خاصی داشته باشی. مثلا قرض دادن نیست که توقع داشته باشی حداقل اون پول رو بعد از این مدت بهت برگردونه. نه، اون کمک رو به اون شخص میکنی بدون اینکه ازش توقعی داشته باشی، بدون اینکه ازش بخوای برات کاری انجام بده یا اون پول رو انجام بده یا این چیزا. اینا میگن انفاق کننده. و چقدر خوبه که ما بتونیم یک جورایی این بحث انفاق رو در جامعه گسترش بدیم. حالا این در مورد ینفقون یا انفاق من میخوام یک مقدار صحبت کنم که خیلی مربوط به بخش تفسیر نیست، تفسیر قرآن، که این واقعا یکی از معجزات و بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند به انسان‌ها داده، بحث انفاق کردن، که در موردش میشه یک کتاب در موردش صحبت کرد، ولی خب من حالا چند خط میخوام صحبت کنم. اولین خوبی که انفاق این خداوند در واقع در انفاق کردن گذاشته و این نعمت رو به ما داده اینه که میتونیم بعضی از گناهانمون رو با این انفاق کردن صاف کنیم. یعنی مثلا بعضی وقتا ما یک سری گناهانی انجام میدیم و دیگه اون امکانش نیست که اون اصل گناه رو از بین ببریم. بالاخره مثلا از یکی مثلا بدهکاری داشتیم یا یه نفر مثلا از دستمون ناراحته یا یک حقی برگردنمونه و امکانش نیست که حالا اون این حق رو مثلا از لحاظ عملی به اون شخص برگردونیم. مثلا یک اتفاق افتاده که دیگه راه برگشتی نیست، یا اون شخص رفته یک جایی که دیگه ازش خبری نداریم، یا در واقع فوت کرده یا هر دلیل دیگه که مثلا امکان صاف کردن اون گناه نیست و ما این میتونیم با این انفاق کردن اون گناه رو از خدا بخوایم که بر ما ببخشه. یعنی حالا این 100% نمیتونیم در واقع مطمئن باشیم که بگیم حالا ما این کار انجام دادیم بخشیده شدیم. نه، ما به این نیت میتونیم این کار انجام بدیم و خب اگر که گناه در حدی باشه که قابل بخشش باشه انشاءالله خداوند میبخشه.
و در جامعه اگر که این اتفاق بیفته و حالا صرفاً به خاطر بخشیده شدن گناه هم نباشه، به خاطر ثوابش باشه، از لحاظ انسانی و از لحاظ اقتصادی هم خیلی کمک میکنه به جامعه. یعنی وقتی که یه نفر انفاق میکنه یک پولی رو، هم باعث تقویت انسانیت در اون شخصی که این انفاق رو میکنه میشه و هم باعث تقویت انسانیت در اون شخصی که این پول رو دریافت میکنه میشه. یعنی باعث میشه که انسانیت ها تقویت بشه، در واقع روح انسانی، روح مهربانی گسترش پیدا کنه، همزیستی تقویت بشه و اینجور بحث. بنابراین از لحاظ انسانی هم خیلی تأثیر داره و از لحاظ اقتصادی همینطور. اگر که بتونیم یک جامعه داشته باشیم که مردم با میل خودشون به دیگران کمک کنن، به اقتصاد خیلی کار میکنه، تا اینکه مثلا بخوایم از مردم مالیات دریافت. بنابراین جوامعی که اقتصاد آزاد دارن، برای اینکه مثلا خوبی های اقتصاد آزاد رو داشته باشن، از اون طرف هم از خوبی های اقتصادی مثلا حالا کمونیستی و دیکتاتوری هم استفاده کنن، چون که اینا هر کدومشون یک سری خوبی هایی دارن. اگر که میخوان که هر دوتا این خوبی ها رو با هم داشته باشن، بهترین راهش اینه که این روحی انفاق رو در بین جامعه گسترش بدن تا مردم خودشون در واقع با این روش ها هم اختلاف طبقاتی رو کم کنن، هم کشورهایی که دچار فقر هستن به این روش فقر رو کمتر کنن یا از بین ببرن. به جای اینکه بخوان مثلا حالا روی مالیات گرفتن اینجور چیزا تمرکز کنن، بهتره که این روحیه انفاق رو در بین جامعه گسترش بدن. انفاق هم منظورم این نیست که مثلا حالا یک شخص نیازمندی کنار خیابان مثلا نشسته، یا دست کنی توی جیبت مثلا یک پول خوردی مثلا 1000 تومانی 2000 تومانی بهش بدی بگی انفاق. نه، انفاق این هم انفاق یک نوع از انفاقه، ولی خب انفاق واقعی این نیست. اگر که یک شخصی واقعا نیازمند کنار خیابان نشسته، یک جامعه دینی و انسانی باید چه دولت چه مردم بیان جمع بشن، باید صحبت کنن، مشکلاتشون رو پیدا کنن و یک جوری اون رو توی چرخه اجتماعی جامعه قرار بدن تا دیگه همچین نیازمندی نباشه. یعنی کار درست اینه. ولی خب انفاق که من میگم منظورم اینه که واقعا یک اتفاق بیفته، یه دفعه یک نفر تصمیم بگیره برفرض مثلا حتی نصف مالش رو ببخشه و در راه درست، حالا این که میگن نصف مالش رو ببخشه نه که همجوری بده بره، در راه درست، چیزی که خودش فکر میکنه درسته، در واقع در اون راه بده و کمک کنه به دیگر. حالا هر مقداری میتونه باشه، ممکنه مثلا یه نفر مثلا وضعش خیلی خوبه، پولداره، یک مبلغ زیادی بده، یه نفر هم وضعش خیلی خوب نیست ولی خب اونم حالا در حد توانش کمک کنه. این که میگن انفاق منظور اینه. و این خوبی که نسبت به مالیات داره، مالیات حالا دولت بر فرض این که دولت خوبی هم باشه، دزد نباشه و اینها، در بهترین حالت مثلا اینی که نمیتونه مثلا همه مشکلات جامعه رو بفهمه، کجا درسته کجا درست نیست، بخواد شغل تعیین کنه به اون شکلی که مثلا یک شخصی که به صورت عملی در یک جامعه منطقه زندگی خودش نظارت داره به اون صورت بازدهی نداره. و در واقع این از لحاظ اقتصادی اگر که روحیه انفاق باشه خیلی بیشتر کمک میکنه تا اینکه بخوای مثلا دولت پول بدید به دولت حالا بخواد یک سری کاراش که عمومیه، مثلا نمیدونم جاده درست کردن و نمیدونم توزیع برق و اینجور چیزها، ولی خب بحث اصلیش که منظور یعنی از بین بردن مثلا مشکلات جامعه شخصی افراد و کمک کردن به افراد برای داشتن یک جامعه هماهنگ، به اون صورت دولت ها نمیتونن موفقیت داشته باشن، بلکه باید مردم خودشون هم به صورت شخصی هم به صورت گروهی
این کارها انجام بشه. یک اجتماعی هست، حالا مثلا توی جوامع مذهبی، مثلا مسجد ها برفرض، اونجا با هم دیگه افرادی که میشینن کنار هم دیگه صحبت کنن، همدیگه رو میشناسن، مشکلات منطقه زندگی خودشون رو میشناسن، بیان صحبت کنن، یک پول جمع کنن، هر کسی یک مقدار پولی بده و اون مشکل رو حل کنن. که خب این در واقع باعث میشه که واقعا تاثیر خیلی زیادی بذاره روی جامعه و باعث میشه که جامعه به این مشکلاتی که الان وجود داره دست پیدا نکنه. و آفت انفاق هم بی‌اعتمادی، دشمنی، بی‌اعتمادی، اینجور چیز آفت در واقع انفاق هست. بنابراین اگر که میخواید همچین جامعه‌ای بسازید یا اینکه همچین جامعه‌ای دارید، مثلا حالا من میدونم خیلی از کشورهای، بعضی از این کشورهای مسلمان جهان، مردمشون هنوز مثلا اون صمیمیت رو دارن، اون اعتقادات رو دارن، انفاق رو انجام میدن. اگر که میخوان مثلا این چیز از بین نره، باید سعی کنن که چیزهایی مثل دروغ، مثل دزدی، مثل بی‌اعتمادی، اینها در جامعه نباشه. که مثلا حالا یه نفر بیاد به اسم انفاق پول جمع کنه و بدزدتش بره. این مجازات هایی که هست مثل قطع دست توی اسلام برای دزدی، این منظورش هم برای اینجور افراده که میخوان بی‌اعتمادی رو از جامعه بگیرن، نه اون که حالا از روی ناچاری یک یک مقدار محدودی مثلا بخواد دزدی کنه، اون نیست. اونجا مثلا باید مردم خودشون به فکر فرو برن که چرا این شخص مجبور شده این کار انجام بده. که حالا من در مورد اینها مفصل صحبت میکنم. و بنابراین اگر که همچین جامعه میخواید که مثلا انفاق درونش باشه، یا اینکه اون انفاق گسترش پیدا کنه و باقی بمونه و از بین نره، باید از لحاظ فرهنگی کار کنید تا افراد سودجو باعث دشمنی و بی‌اعتمادی بین مردم دیگه نشن، افراد دروغگو نتونن توی اون جوامع نفوذ پیدا کنن. که خب حالا من در مورد اینها در آینده انشاءالله مفصل صحبت میکنم. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. و کسانی که ایمان میآورند به آنچه به تو نازل شده و آنچه به قبل از تو، قبلا به افرادی که قبل از تو بودن نازل شده، و به آخرت هم یقین دارن. اینجور افراد، این افراد پرهیزکار یا متقی، از دیگر ویژگی‌هاش اینه که میان به پیامبر، به قرآن، به اینها ایمان میآورن. در اون وقتی که میبینن اینها حق هست، چون که خودشون هم در واقع توی زندگیشون دنبال حق بودن، وقتی که یک چیز حقی رو میبینن سریع میگیرنش، یعنی سریع متوجه میشن که این حق و اون رو قبول میکنن. و همینطور به چیزهایی که قبل از تو نازل شده و میدونن که قبل از تو هم افرادی بودن و کتاب‌های نازل شده و آموزش‌های آسمانی بسیار مردم نازل شده. و بالآخرة هم یوقنون، به آخرت هم ایمان دارن، یقین دارن. یعنی هم به غیب ایمان دارن، یعنی هم به منشأ ایمان دارن و هم به مقصد، یعنی به آخرت، و مطمئنن که بعد از مرگ هم بالاخره آخرتی هست و روز جزا و پاداشی هست و به خاطر کارها به افراد پاداش داده میشه. و در واقع این هم دیگه از دیگر ویژگی هایی است که افراد متقی دارن. و چه خوبه که افرادی که بالاخره دوست دارن اسمشون در قرآن باشه، مثلا مسلمانانی هستن خیلی قرآن رو قبول دارن، خیلی در واقع به قرآن اعتقاد دارن. خب اینا حالا یکی بهشون بگه آیا تو دوست داشتی مثلا اسمت توی قرآن باشه؟ خب مثلا میگه بله، چقدر خوب بود، مثلا قرآن در مورد من حرف میزد، در صورتی که اینا همش داره در مورد مردم حرف میزنه. شما وقتی که سعی کنید ویژگی های متقیان رو داشته باشی، یک شخص با ایمانی باشی، نماز بخونی، انفاق کنی، اینا انگار مثلا داره در مورد شما حرف میزنه. شما انگار که خداوند داره در مورد تو حرف میزنه. وقتی که قرآن رو میخونی،
خوشحال میشه، کیف میکنه، میگه بله اینجا منظورش منم، اینجا داره در مورد من صحبت میکنه، من این چیزایی که گفته انجام دادم، پس منم در واقع یکی از این افرادی هستم که قرآن در موردش صحبت کرده و باعث میشه که هم ایمان تقویت بشه، هم بیشتر تلاش کنی که این کارها رو انجام بدی. ولی خب از یک سری جاهایی هم باید مواظب باشی دیگه. یعنی یه موقع به یک منصبی میرسی، به یک جایی میرسی، شیطان فریبت نده دیگه. برفرض مثلا یه لحظه همینطور که داری میخونید برسی مثلا به داستان حضرت خضر، مثلا جوگیر بشه، بگه بله من هم مثل حضرت خضر مثلا بیام اینجا، حالا از یکی بدت میاد سری خرابش کنی و بکشی و اینجور بحثا، یا چیزهای دیگه، مثلا برسی به داستانهای پیامبران دیگه بخوای مثل اونا رفتار کنی و اینجور بحثا نیست. ما همچین وظیفه‌ای نداریم. وظیفه ما اینه که انسانیت داشته باشیم، خدا رو بپرستیم، خوبی کنیم، مهربانی کنیم. ولی یک جایی هم هست آدم مجبور میشه دیگه، حالا یک سری ظلم های بهش میشه، مجبوره یک جایی از خودش دفاع کنه، جنگ کنه و اینجور بحثا، و باید خیلی مواظب باشیم حالا. چون که همچین گفتنی یک اصطلاحی هست میگه هر چقدر که بیشتر بالا بری و صعود کنی از فاصله بیشتری هم سقوط میکنی. بنابراین باید اینجور مواضع هم مواظب باشی که حالا یک جاهای مثلا در مورد یکی از پیامبران صحبت کرده، اونجا با خداوند اونا ارتباط داشتن و دستور خداوند بوده، خداوند باشون حرف میزده، خداوند باشون ارتباط داشت. اونجا ما نیستیم دیگه. حالا چون که متاسفانه میبینی اکثر دیکتاتورهای که به اسم دین دیکتاتور میشن از همین جاها نشأت میگیره مشکلاتشون، که خودشون رو مقایسه میکنن با افراد دیگه، در صورتی که اونا اصلا ویژگی اون افراد رو نداشتن، اونا وحی بهشون نازل نمیشه، اونا با خداوند صحبت نمیکردن و اینجور بحثا رو. حالا من در آینده سعی میکنم، یکی از اهداف همین است که اگر خداوند بخواد و قسمت بشه، کتاب فرقان رو هم بنویسم که فرق این آیات رو با هم دیگه نشون بده که بله ما در چه مواقعی باید از کدوم آیات استفاده کنیم و کدوم آیات چه معنی میده و چه وظیفه‌ای در قبال این آیات داریم. مثلا همین آیات در مورد حضرت خضر، من نمیگم یک آیه‌ای که بی معنیه و نباید باشه، اگر همچین چیزی بود که خدا توی قرآن نمی‌آورد، ولی که خب اون حرفش چیز دیگه، حرفش این نیست که مثلا ما مثل حضرت خضر مثلا حالا یک شخصی رو ببینیم برفرض آدم بدیه بخوایم اون رو بکشیم یا نمیدونم کشتی سوراخ کنیم و اینجور بحث. این حرفش یک مفهوم دیگه داره که من حالا در کتابی که در آینده می‌نویسم میگم که مثلا وظیفه ما چیه و ما از این آیات باید چه چیزی رو دریافت کنیم و حد خودمون رو بدونیم. الان ولی خب چیزایی که دیگه مشخصه دیگه، به قول گفتنی خود قرآن واضحات مشخصه دیگه. حالا متشابهات شما فعلا اگر نمیدونید هم میتونید از بزرگان سوال کنید، اگر هم جوابی بهش فعلا کاری نداشته باشید، ولی خب واضحات که هست، خوبی، مهربونی، نماز، اینا که هست، همینا رو انجام بدید تا حالا متشابهاتش ان شاء الله خداوند هدایت خودش رو میفرسته و این چیزا همش رو در واقع مشخص میکنه. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، آنان برخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خویشند. اینا کسانی هستن که خداوند پروردگار در واقع هدایتشون کرده. دیگه نعمت از این بالاتر چی؟ افرادی باشن که خداوند اینها رو هدایت کرده و در واقع با توجه این کتاب قرآن که میخونن، اینا هدایت خداوند رو دریافت کردن و طبق هدایتی که خداوند خواسته اینا هدایت شد. و اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران یا شایستگان. اینا مفلحون یعنی شایستگان، رستگاران یعنی شایستگان، یعنی کسانی که شایسته یک چیزی هست. شایسته چی؟ شایسته هدایت، شایسته لقاء الله، شایسته بهشت، شایسته قرار گرفتن نامه اعمال در دست راست، شایسته مورد تکریم قرار گرفتن فرشتگان. اینها یعنی شایسته است. یعنی یک شایسته یعنی چی؟ شایسته یعنی کسی که یک چیزی که حقش هست رو به دست بیاره. اینا واقعا حقشون بوده. وقتی که
به در واقع بعد از مرگشون میرن اون دنیا، چیزی که بهشون میده اینا حقشون هست. خیالشون راحته که بله من تلاش کردم تا کمترین گناهان رو انجام بدم و بیشترین کارهای خوب رو انجام بدم و حالا به حق خودم رسیدم و چیزی که حقم بوده دریافت شده، بدون اینکه منت خاصی بخوام. حالا همه که در هر صورت در واقع خداوند بهشون منت داره، اینکه حرف جداست. اینکه بگه حالا کسی در واقع منتی خداوند سرش نداره نیست. حتی بزرگترین انسان ها، بزرگترین پیامبران، اینا همشون خداوند گردنشون حق داره. ولی خب منظور اینه که حالا کمترین حق رو مثلا نسبت به بقیه دارن. حالا کسی بخواد بره التماس یکی کنه که بله اینجا گناه من رو ببخش، اینجا منو ببخش، اینجا نمیدونم یا یک مقداری بخواد عذاب بشه و اذیت بشه بعد وارد بهش بشه، نه، اینجور افراد اون بهشتی که دارن در واقع حالا به صورت کلی حقشون هست و واقعا شایسته این بهشت هست. منظور اینه. بحث امروز هم به پایان میرسونم و انشالله در آینده ادامه این سوره رو بیان میکنم.